خب دوستان سلام علیکم. برگشتیم با یه دونه تعمیر یه دستگاه. یه دونه لپتاپ آورده بودن همکار که مشتری آورده بود برامون. لپتاپ توشیبا با ایرادی که داره طبق گفتش پورت یو اس بیش آسیب فیزیکی دیده. بریم روی میز کار و چکش کنیم مثلا دیگه چه مشکلاتی داره. خب دوستان، همونطور که تازه گفتم تو اینترو، دستگاه طبق گفته خود مشتری پورت یو اس بیش دچار آسیب فیزیکی شده و الان اگه بخوام بهتون نشونش بدم یه خورده نور بده اینجا. بچه نور خیلی واضح نیست، الان خیلی تاریکه. لپتاپ باز میکنم و پورتشو بهتون نشون میدم. کاری که ما میکنیم، چیزی که تا اینجا کار مشتری گفت اول از همه پورت آسیب دیده و اینکه گفت صدا میده دستگاه، فنش صدا میده، مثل اینکه یادم رفت اینترو بهتون بگم. حالا کاری که ما میکنیم، دستگاه رو باز میکنیم، میریم ادامه ویدیو. دوستان قبل اینکه لپتاپ باز کنم، لپتاپ روشن کردم که یه چک نرم افزاری روش هم انجام بدم. خود زاویه رو بیارم بالاتر. نمیدونم صدا رو الان میشنوید یا نه، ولی فن دستگاه صدای خیلی شیدی داره به من میده و یه خرخری توشه که معمولا چند تا حالت داره. یکی اینکه عدم سرویس، دستگاه اوورهیت کرد، دماش رفته باشه بالا و دماش که وقتی بره بالا فن میره رو دورتون و ممکنه که عمر فن اومده باشه پایین، یا اینکه توش چیزی گیر کرده باشه، نیاز به سرویس داشته باشه. حالا ما اولویت اولمون که پورت یو اس بی شه. یه چیز دیگه هم که من گفت پورت یو اس بی دیگه‌اش، چون یه پورت دیگه هم داره، نمیاد بالا. و چیزی که گفته بود نمیاد بالا، گفت بعد از یه دور ویندوز عوض کردن و نمیدونم همچین چیزی اتفاق افتاد. احتمال داره که درایوری باشه، چون گفتم میومد بالا. اما فلشی که من وصل میکنم رو پورت سالم هیچ واکنشی نشون نمیده. پورتی که البته اللحاظ فیزیکی سالمه، اما اون که پورت که کلا فیزیکی خراب. عکسش هم حالا این ور یا این ور میذارم که ببینید، چون نور خیلی کمه نمیتونم چیز کنم، یا که بردو باز کردم بهتون نشون میدم. حالا کاری که ما میکنیم، دستگاه رو خاموش میکنم. حالا کاری که ما میکنیم، میایم لپتاپ رو کامل باز میکنیم و شروع میکنیم به عیبیابی کامل دستگاه. به پشت قاب نگاه بکنیم. به چقدر زیبا بچه‌ها. خب همونطوری که این شاهکار رو شما دارید نگاه میکنید، مثلا سکانس به این خوشگلی رو من بهتون نشون بدم. خاک
واقعا خاک. فن رو نگاه کن. بله خب بچه ها مشخص شد صدای فن. دلیل اینکه فن اینجور صدا میاد از چیه؟ دستگاه عملاً داره جیغ میزنه. بله قشنگ پر شده اینجا و عملاً دیگه هوایی رد نمیشه از توی این. ای بابا. خب آقا ظاهر دستکاری که دید که متاسفانه به علت عدم سرویس و گرد و خاک خیلی زیاد دستگاه احتمال زیاد هم همون بوده که دما میکشیده و فن هم میرفته رو دور خیلی تند و احتمال داره که فن سالم باشه، فقط دستگاه با سرویس مشکلش حل بشه. اما ایراد اصلی که بود برای ما ایراد پورتش بود که ما حتما اول از همه باید پورتو در بیاریم و تعویضش بکنیم. بچه ها بوردو باز کردم. اول از همه من بوردو خورده خاکگیریش میکنم که پورت خرابم بهتون نشون بدم و بعدش هم میریم برای خاکگیری اینجا و ترمیم پورت و سرویس کامل. بریم ادامه ویدیو. یا خدا. خب بچه هیتسینک هم باز کردم. زیر هیتسینک هم این سیلیکونش کلا خوش شده همونطور که از زده بودم و حدسم که دیگه چیزی که به عیان است چه حاجت به بیان است. حالا من سیلیکون روشو عوض میکنم 100%، ولی قبل اینکه بخوام کلا عوض بکنم فعلا فقط هدف این بود که خاکگیری رو انجام بدم. چرا؟ چون که میخوام رو بورد حرارت بگیرم برای اینکه پورت خراب رو در بیارم. پورت خرابم بذاریم بهتون نشون بدم. اینو بذارم کنار فعلا. الان از اینجا دیگه به طور کامل باید واضح باشه. پورت آسیب دیده. نمیدونم چقدر تاریک شده. الان فکر کنم نور بهتر شده. داره. خب بچه پورت نگاه کنید تو خالی شده. این پورت USB من به طور کامل توش هیچی نیست و پورت من به طور کامل آسیب دیده. حالا کاری که من میام میکنم این پورت رو در میارم و یه پورت جدید رو جایگزینش میکنم. برای در آوردن پورتم این پورت چون خرابه، این پورت چون خرابه راحت میتونید با هاتگان به طور کامل حرارت بگیریم و پورت رو بکشیم پایین. اما اگر فرض مثال میگم پورت سالم و بگفته نور رو نداشتید و میخواستین از برد داغی در بیارید پورت USB شو، که احتمال زیاد من فکر کنم باید برد داغی در بیارم پورت شو، حتی باید چک کنم اگه داشته باشم که عوض میکنم، اگه نه برد داغی بخوام در بیارم باید خورده با ظرافت و حساسیت هویه و بیشتر باید از هویه استفاده کنید. هویه و قلکش دونه دونه قلا رو خالی بکنید، قلای تو رو یعنی قسمت ها رو به طور کامل خالی بکنید و پورت رو نرم در بیارید که پلاستیک داخلش آسیب نبینه و خراب نشه پورت USB تون. الان کاری که من میکنم این پورت اول از همه خارجش میکنم با هاتگان و میریم برای تعویض و پیدا کردن پورت.
خب بچه از اینجای ویدیو متاسفانه یادم رفت هاتگان رو خاموش کنم و نویز هاتگان تو صدام افتاده بود، همه داشتم حرف میزدم و دلم نیومد واقعیتش بذارم چون گوش اذیت میشه و اذیت میکنه با اینکه خیلی توش حرف زده بودم. خلاصه بهتون میگم که چیکار کردم. پورتو عوض پورتو اینجا که داریم میبینید من پورتو در بردم، تو ویدیو هم مشخص پورت تو خالی شده بود، پورتشو موجود نداشتم، مجبور شدم برم پورتشو از یه دونه برد داغی گیر بیارم در بیارم. برای اینکه بخواستم از برد داغی در بیارم دیگه نیومدم با هاتگان مستقیم روش حرارت بگیرم. چرا؟ چون که پلاستیک توی اون ممکن بود آسیب ببینه و داغ خراب بشه، به قول گفتین پینای داخلش. و از طرفی هم اومدم اینجا توضیح دادم که چند مدل پورت USB داریم، USB 3 USB 2 که USB 2 من اکثرا 4 پایه‌اند که 2 پایه دیتا مثبت و منفی، یه دونه پایه 5 ولت و یه پایه گرند یا همون منفی من هست. این دستگاه پورتش از نوع USB 2 بود و منم از برد داغی رفتم پیدا کردم که برد USB 2 داشته باشه و اینکه پورت ابعادش حتما باید به اندازه همون مدلی که باشه که روی دستگاه من یا PCB من بود، چون پورتا انواع مختلفی دارن از لحاظ ظاهری، چه USB 3 چه USB 2. بعضیاشون مغزیشون اون الان میگم مغز اون پینای سوکتشون که دیتا رو رد و بدل میکنن ممکن رو به بالا باشن، بعضیاشون رو به پایین باشن یا اصلا ابعادشون هم متفاوت باشه با هم دیگه که عکساشم الان رو تصویر براتون میذارم که متوجه بشید. و اینکه سابسکرایب هم بکنید. همین. خب بچه ها من پورت USB رو تست کردم، جواب نداد و خوشبختانه بورد بیوشو حتی شماتیکش هم موجود داشت، یعنی تونستم گیر بیارم. این پورت چک کردم دیتای مثبت و منفیش، ولتاژ 5 ولت من داشتم، دیتای مثبت و منفیش را داره به یه دونه سلف، حالا یا مقاومت یا سلف که رو برد من سلفه. اومدم ورودی خروجیاشو گرفتم، دیدم که بنده دیتایی نمیگیرم. چک کردم با اسیلوسکوپ چک کردم، متوجه شدم که آقا ایراد من از چیپ هم PCH دستگاه من. حالا ممکنه که به علت اینکه گرما دیده بوده دستگاه دیسکانکتی پیدا کرده باشه. الان کاری که من میام میکنم با مشتریش هماهنگ میکنم ببینم آیا ریسک رو میپذیره که رو چیپ کار کنیم یا نه. بریم فعلا ادامه ویدیو. بچه همونطور که تو نقشه دستگاه دیدید ایراد اصلی از PCH دستگاه، یعنی چیپ دستگاه، قسمتی که دیتای USB رو میگیره، الان پایش ممکنه مشکل پیدا کرده باشه، اون قسمت کلا دیسکانکتی احتمال داره داشته باشه که احتمال خیلی بالایی هم دیسکانکتیه. چرا؟ چون که دستگاه من همونطور که تو اول ویدیو هم من بازش کردم خیلی خاک داشت و دما میکشید. وقتی دما بکشه و گرما داشته باشه یا به قول گفتین تهویت آسیب دیده باشه، بالهای کلا اون لحیم زیر چیپ من دچار آسیب میشه و چیپ به علت حرارت زیاد ممکنه دیسکانکتی بکنه بعضی قسمتاش و USB منم از کار افتاده، قسمت اصلی این USB. اما خوشبختانه USB دوم که به صورت فلت کار میکنه، به صورت فلت به جداگانه با برد وصل میشه، کار میکنه. با مشتریش تماس گرفتم، هماهنگ کردم، گفتم ایراد از PC چه دستگاه است و بهش گفتم که آقا احتمال داره که تصویرش بره چون PC باید در بیارم یا ریسولدش کنم و نمیخواستم سر خود حقیقتا این کار انجام بدم بدون هماهنگی با مشتری. به مشتریش گفتم اما متاسفانه قبول نکرد
بس گفتیم چیکار کنیم؟ گفتم یه دونه هاب USB برداره و از این پورتش انشاب بگیره و استفادهشو بکنم. مشتری هم اوکی داد، راضی بود. و حقیقتا من این ویدیو رو کامل گرفتم. چرا؟ نمیخواستم آپلودش بکنم، ولی گفتم آپلودش میکنم حتما، چون که ایراد اصلی رو پیدا کردم. و حداقل یه چیزی هم بهتون بگم که اینم فرهنگ سازی بشه که آقا همه اکثر صنف تعمیرکارا سرخود یه کاری انجام ندیم، یعنی بدون هماهنگی با مشتری. اگه یه ریسکی داشته باشه همیشه خدا باید بهش بگیم. و الان دستگاه رو سرویس میکنم و بریم ادامه ویدیو. خب بچه، همونطور که دیدید دستگاه رو ابیابی کردیم و یه خلاصه هم بهتون بگم که ایراد چجوری بود. اول از همه پورت یو اس بی آسیب فیزیکی دیده بود که پورت عوض کردیم. متاسفانه جواب نداد. چک کردیم ورودی ها رو تا مسیر BCH، ولتاژ توی پورت میرفت اما دیتا مثبت و منفیمون دریافت نمیکرد. چک کردیم دیدیم ایراد از چیپ. علت اصلیش از عدم سرویس بود که تو ویدیو توضیح داده شده بود. اما نکته آخر که خیلی مهم بود، بچه من این ویدیو رو آپلود میکنم. نمیخواستم آپلودش انجام بدم. یعنی چرا میخواستم؟ خیلی با خودم حرف زدم، گفتم که آقا درستش هم همینه. اصول ابیابیش این بود. ایرادم پیدا شد ولی من با مشتریش هماهنگ کردم و گفتم آقا ریسکی که رو چیپت کار بشه، آیا ریسکو میپذیری که من رو چیپت کار رو انجام بدم؟ مشتری هم گفت نه. منم بهش گفتم یه هاب یو اس بی استفاده کن، چون یکی از پورتاش که جدا به ورد وصل میشد با فلت اوکی بود و مشتریش هم اوکی داد و دستگاه الان رو تست گذاشتم. ویندوز هم براش زدم که بهش تحویلش بدم بره. چیزی که میخواستم تو این ویدیو بهتون بگم اینه که آقا به نظر خودم چیز مهمی هم هست. نه ادعای خفن بودن داریم، هیچ کی خفن نیست. همه بالاخره ممکنه که یه چیزی رو به قول گفتنی اشتباه برن یا اینکه درست نشه. سرخود یه کاری انجام ندیم. جدی میگم. خیلی به نظر من ایراد بزرگیه که بچه‌ها بعضی دیدم میان انجام میدن سرخود رو برد کار میکنن. آقا تا با مشتریش هماهنگ نکردیم، مخصوصا روی ایرادهای حساس، دستکاری نکنیم بردو، چون واقعا گرونه یه مادر برد. یعنی یه لپتاپ الان گرونه تو در حال حاضر. یعنی باید ریسک حتما با مشتری هماهنگ بشه. من ادعای خفن بودن دارم؟ نه هیچ. من خودم مثل خیلی داریم کار میکنیم، تعمیر میکنیم، اما دیدم، نمیخوام خراب بکنم خدا نکرده کسی، ولی دیدم بعضی وقتا بعضی همکارا این کار رو انجام میدن. آقا اگر هماهنگ کردی با مشتری که اوکی دمت گرم، ولی اگر نه واقعا سرخود این کارو نکنید. یعنی همیشه خودم مشتری بگید. خودم این اشتباه داشتم قبلا یعنی من این اشتباه شاید قبلا 100% داشتم، حتی یادم دو موردشو، ولی درس گرفتم ازش و بخوام قولم دیگه هیچ وقت سعی نکنم کار انجام بدم مگر اینکه با مشتریش طی کرده باشم. یعنی چه آقا مشتری گفتم آقا دستگاه ایراد از پی سی چشه، مثل همین مورد ریسک خاموش شدن داره، اگر میپذیری انجام میدم، اگرم نه که دیگه دستگاه رو به همجور تحویل میدم بره. مشتری هم گفت اوکی انجام دادیم، درست شده، بعضیاش هم نه درست نشده، من شده یه برد تعویض بکنه. ولی این مهم بود که بهتون بگمش. و اینکه روند کانال کلا به این حالته که بچه‌ها من حتی اگه بردیم تعمیر نکنم، یعنی نتیجه آخرش درست نباشه، من ویدیوشو بازم براتون میذارم. چرا؟ چون که میخوام ایبیابی اصولیشو یاد بگیرید. یعنی نه اینکه الان بگم یاد بگیرید، ایبیابی اصولی رو پیدا بکنیم. مثل همین دستگاه که آقا اول از همه اومدیم ایبیابیش کردیم، نمیدیم زرد حرارت بزنیم رو پورت. چرا؟ پورت عوض کردیم چون پورتش آسیب فیزیکی دیده بود دیگه، باید عوض میشد 100%. و اینکه همین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، کامنت هم بذارید. فکر کنم ویدیو قبلی کامنت رو بسته بودم. و اینکه یه قول ویدیو داده بودم پی دبلیو ام، حقیقتا نرسیدم، باید خیلی درموش تحقیق کنم چون میخوام چیز درستی بهتون توضیح بدم. و اینکه حتما اون انجام میدم، قول دادم. خب و اینکه تو سوالی چیزی داشتید گفتم تو یوتیوب تو کامنت ها بپرسید، تو اینستاگرام هم آیدیشو میذارم، تو دایرکت هم میتونید ازم سوال بپرسید تا جایی که بتونم کمک میکنم. و اینکه آقا همین فعلا.